گلهای تازه، برنامه شماره 168 با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. غزل از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج فهیمی. سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا. گر بزنندم به تیر در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست تر از جان ماست. گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، زجر تو بر من روا. دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان، گونه زردش دلیل، ناله زارش گواست. سعدی از اخلاق دوست هرچه برآید نکوست، گو همه دشنام گو که از لب شیرین دعاست.
سلسله موی دوست حلقه دام بلا. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا. امید من دوست گر بزنند دم به تیر در نظرش بی دریغ دیدن اون یک نظر صد چون من خون بهار. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ دیدن اون یک نظر صد چون منش خون بخواه. یا عزیز من امید
عزیز جانان من جانان گر برود جان ما در طلب وصل دوست هیچ نباشد که دوست تر از جان ماست یا ای امید من آخ دعوی عشاق را شرح نخواهد بیان گونه زردش دلید
ناله زارش کمان سعدی از اخلاق دوست هرچه برایت نکوست گو همه دشنام گو که از لب شیرین دعا سعدی از اخلاق دوست هرچه برایت نکوست گو همه دشنام گو که از لب شیرین دعاست. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 168 بود که با آواز محمودی خنساری، ویولون اسدالله ملک و ضرب جهانگیر ملک در ماهور اجرا شد.